برنامه ترنج را به زودی شروع می‌کنیم. امشب تا قبل از تشریف آوردن مجری برنامه و مهمان برنامه توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. به نقل از دبیرخانه شورای ملی مقاومت 6 مهر 27 سپتامبر همزمان با حضور پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای در مجلس عمومی سازمان ملل 13 زندانی در ایران اعدام شدند. اسامی برخی از این قربانیان عبارتند از رسول شنبدی، جانبخش محمودی، امیر حسین برومند، علی افروز، یاسر بالنده، ملک حسین ترکاشفند، سعید علی مردانی، محمد قصابان، فرزین احمدی و امان الله نهدانی که در زندانهای شیراز، کرمانشاه، کرج، لاهیجان، جیرفت و زاهدان اعدام شدند. از زمان روی کار آمدن پزشکیان در مرداد ماه امسال تعداد اعدام‌ها به 191 تن بالغ می شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بامداد امروز جمعه 6 مهر افراد مسلح به 2 پاسگاه سپاه پاسداران و هنگ مرزی فراجا در میل 81 و 84 در منطقه تهلاب روستای 8 شهریور واقع در شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. درگیری و تبادل آتش بین افراد مسلح و نیروهای نظامی حدوداً 2 ساعت به طول انجامید. این درگیری از ساعت 2:30 بامداد آغاز شده و با گذشت 2 ساعت درگیری ادامه داشته و صدای شلیک سلاح نیمه سنگی از جمله خمپاره و RPG نیز شنیده شده است. کنفرانس آنلاین رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نه به اعدام فراخوان به عدالت با شماری از سناتورها و نمایندگان در پارلمان ایتالیا و مسئولان سازمان حقوق بشری به قابل دست نزنید برگزار شد و سخنرانان با اشاره به افزایش موج اعدام‌ها خواستار توقف آن شدند. خانم گروپینو عضو کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا در این کنفرانس از جمله گفت در سال 2023 بیش از 74% از اعدام‌هایی که در جهان رخ داده توسط رژیم ایران انجام شده است. کانون‌های شورشی به مناسبت روز 5 مهر که در سال 1360 برای اولین بار مجاهدین با شعار مرگ بر خمینی به خیابان آمدند، در برخی نقاط از جمله کرج در خیابان سهروردی شرقی و بندر انزلی در بولوار کوچکخان اقدام به تصویرنگاری رهبران مقاومت ایران نمودند. منوچهر ارسطوپور 82 ساله، قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران در مسابقات جهانی قایقرانی سال 2024 در رشته بزرگسالان که طی روزهای 11 تا 15 سپتامبر در براندنبرگ آلمان برگزار شد 2 مدال طلا کسب کرد. آقای ارسطوپور مدال‌های طلایی خود را به مادر رضایی‌ها اهدا کرد. اعضای خانواده رضایی به دست هر دو شاه و ملا اعدام شدند. مادر رضایی که خود در زمان شاه زندانی بوده آثار شکنجه را هنوز بر کف پای خود دارد. خانم غفاری و میهمان عزیزمان آقای ماوچیان خوش آمدید. خانم غفاری بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و درود میفرستم به بینندگان محترم و هموطنانی که در این اتاق هستند. با تشکر از شما آقای عابدینی به خاطر سرخط خبرها. با امید به سلامتی و شادی شما برنامه این هفته ترنج لایو آدینه یا جمعه 6 مهر 1403 برابر با 27 سپتامبر 2024 رو آغاز میکنیم. ترنج لایو هر جمعه از ساعت 8 یا 20 به وقت اروپا میزبان میهمانان عزیزی است تا روشنگر مسائلی باشند که پاسخگویی به اونها از نیازهای مبرم جامعه ایرانی است. ویدیوهای برنامه‌های ترنج در یوتیوب، اینستاگرام، ایکس و دیگر شبکه‌های اجتماعی موجود هست و در دسترس قرار دارند و با عضویت در این شبکه‌ها لایک و شیر کردن میتونید اونها رو تماشا کرده و ما رو هم یاری کنید. میهمان این هفته ترنج لایو آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ هستند و موضوع گفتگوی ما با ایشون این هست: سفر پزشکیان به نیویورک چه دستاوردی برای خامنه‌ای داشت.
15 دقیقه پایانی برنامه طبق معمول اختصاص داره به سوالات و نظرات شما که میتونید یا با باز کردن دوربین خودتون و یا نوشتن در قسمت کامنت ها خدمت میهمان گرامی امشب ترنج اونها رو مطرح بکنید. لطفا همچنان که بیننده این برنامه هستید دوستان خودتون رو هم به دیدن این گفتگو دعوت بکنید. فردا 7 مهر هم برابر هست با سالروز خروج نام سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی آمریکا که در سال 1391 یا 2012 عملی شد. در دهه 70 شمسی یا 90 میلادی دولت وقت آمریکا به ریاست بیل کلینتون برای دلجویی از دولت خاتمی سازمان مجاهدین و شورا رو در لیست سیاه این کشور گنجانده بود. سلام میکنم خدمتتون آقای ماهوچیان گرامی، خیلی ممنونیم که دعوتمون رو برای گفتگوی دیگه قبول کردید و وقتتون رو به گفتگوی امشب اختصاص دادید. خیلی خوش آمدید. من سلام دارم خدمت شما و یاران و دوستان و هموطنانی که همراه ما هستند و در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، خدمت از من هست. آقای ماهوچیان، محور سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل کلا روی چه موضوعی بود و روی چه موضوعی در واقع میخوام بپرسم که متمرکز بود، چون سخنرانیش به رغم برخلاف رؤسای جمهور رژیم خیلی کوتاه بود این دفعه. بله، حرفی بیشتر نداشت برای گفتن. محورهایی هم که صحبت کردش اگر که دوستان حتما شنیدن یک سری محورهایی بودش که به گفته خود روزنامه سپاه پاسداران جوان بسیار ضعیف بوده و از نقطه‌ای که اونها انتظار داشتن که به یقین جایگاه رژیم رو نمیتونن تعیین تکلیف کنن و بفهمن که در چه موضعی رژیم هست، ادعا کردن که سخنرانیش ضعیف بوده. اما خودشو به اصطلاح معرفی کردش که با شعار به اصطلاح اصلاحات و وفاق ملی منتخب مردم شده که خب همین رو هم میتونیم از ابتدا بگیم که یک دروغ به تمام معناست، چون خودش از همه بهتر میدونه که مردم ایران این نفر رو اصلا انتخاب نکردن و انتخابات این هم در مجموع اون 5 انتخابی که توی این مدت در ایران انجام شده با بایکوت مردم ایران انجام شده و خود این رو هم خودیهای خودش به عنوان 26% میدونن که انتخاب شده، یعنی با 26% که اصلا از مجموع 8% که در انتخابات شرکت کردن. بعد گفته بود که تو همین جایی که من دارم صحبت میکنم قبل از من به اصطلاح رئیسی جلاد 67 قاتل شناخته شده بین المللی اونو به عنوان شهید خدمت به مردم اعلام کردش، ولی در کل که میخوام بگم ضعیف عمل کرده یا ذلت عمل کرده. جنگ غزه رو طرف شکست خوردهش رو اسرائیل معرفی کرده و گفته که اسرائیل داره به تجاوز میکنه به لبنان و بی جواب نمیمونه. حالا انگار مثلا اون حملاتی که به غزه شد و جنگی که در 11-12 ماه گذشته به اصطلاح پایه‌گذارش همین خامنه‌ای، یعنی این نفرم منتخب خامنه‌ای هست به این سمت، جنگ فقط با کشته دادن و مجروح شدن مردم مظلوم فلسطین بوده و هیچ دفاعی هم از اینا نشده. امروز هم تو اخبار اگه توجه کرده باشین دیگه مردم لبنان، نیروی حزب الله به خصوص، از رژیم مستقیم میپرسه پس کجا هستین؟ چرا نمیاین کمک؟ اونها هم هنوز دغل‌بازی این رژیم رو نفهمیده بودن. در نکات دیگه به اصطلاح جامعه جهانی خواسته که خشونت رو متوقف کنین و آتش بس دائمی اعلام کنین. حتی گفته یه نیرویی بیادش اونجا و صلح و امنیت رو به اصطلاح دست بگیره و اعلام کرد در آخر صحبتش که آمریکا رو مخاطب قرار داد که تو بهترین سردار نظامی ایران رو در بغداد ترور کردیم. منظورش همون جلاد معروف قاتل مردم ایران، سوریه و کل منطقه و پیگیری مستمرش در زنده بودنش در درست کردن همین نیروهای نیابتی که به جون مردم منطقه انداخته و این کل صحبتاش بوده. ولی واکنشایی که در داخل ایران داشتش این بود که همه معترض شدن به حرفاش و همه اعتراض داشتن به صحبتایی که این کرده، یعنی خودیای خودش. برای ما و مردم جهان که زیاد صحبتایی نمیتونه اونقدر ارزشمند باشه، چون میدونیم که کاری نیستش. یه تدارکچی هستش که اونجا رفته تا خط و خطوط
خامنه ای رو در دوران ذلت و شکست های متمرکزی که بر روی رژیم هستش جور دیگه انعکاس بده. امیدوارم سوالتون رو تونسته باشم جواب بدم، ولی تحت شعایی که هستش خود رژیمیا این رو به عنوان کسی معرفی میکنن که زبانش زودتر از مغزش کار میکنه. چندین مورد از صعب و لب بهش لقب دادن، یعنی اول صحبت میکنه بعد فکر میکنه. دیگه فکر میکنم همین خودش میتونه معرف رئیس جمهور منتخب خامنه ای باشه. بله، ولی برخلاف ادعایی که داره آقای ماوچیان که میگه من اهل ریخت و پاش نیستم و سابقه سیاسی تمیزی دارم، ولی علاوه بر 40 نفر از ایل و تبارش، ظریف رو هم با خودش به نیویورک برد. حالا گذشته از این که فامیلا، دختر، پسر، داماد اینا رو برده برای خرید بگذاریم، ولی حضور ظریف توی این سفر به چه معنایی هست آقای ماوچیان؟ ببینید، ظریف به عنوان اون نقطه وصل هستش با اون سیاست همیشگی این رژیم به عنوان سیاست مماشات. آوردن این، انتخاب کردنش، اون دوری که در انتخابات خودش کشید عقب و استعفا داد رفت و اینا یه طرف قضیه هستش. اما ظریف چه اون موقع که بنیانگذار همون سازمان نایاک هم در اومد که خود این بوده، اینها یک لایه‌هایی رو درست کردن تو خارج کشور که ارتباط مستقیمی با کارتل‌های نفتی و صنعتی و اقتصادی دارن و بودن ظریف اون نقطه وصلی میشه که این دولت میخواد به اون سمت بره و بتونه باز با بستن قرارداد و کمک گرفتن از نیروهای مماشات خودش رو سر پا نگه داره. فراموش نکنیم رژیم در سخت‌ترین دوران خودش چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین‌المللی هستش و بودن ظریف یعنی یک نشانه‌ای که انگار این دولت تغییراتی درش هست، مثلا سخت‌سرا نیست و همون بازی همیشگی این چند سال که اصلاح طلب ساخته های خود همین رژیم به این رژیم نزدیک میشن تا اینکه مثلا به دنیا بتونن این رو نشون بدن که تغییراتی هستش. اون طرف حسابا هم میدونن که تغییراتی نیستش، ولی دست اونا باز میشه برای سیاست مماشات و اینکه بتونن مطبوعات و انتقادات رو جواب بدن که بابا اگه به اینا راه ندیم سخت سرا میان. در صورتی دیگه به اثباتی که هستش سخت سر و شل سر و اینایی وجود نداره. اصلاح طلبها همونایی هستن که فشنگاشون تموم شده. این طرف که خودش همین پزشکیان که تو تبلیغات ریاست جمهوریش همه شنیدیم که گفتش که اولین نفری بوده که حجاب اجباری رو تو مراکز پزشکی برده، اولین نفری بوده که طرح بستن دانشگاه ها رو، اون انقلاب ضد فرهنگی به اصطلاح رژیم در برابر قشر دانشجو و دانشگاهی رو انجام داده. رو همین اساس مجبورن که این بزک کردن خودشون رو با امثال ظریف، که خود ظریف هم همونطور که همه متوجه هستیم و میدونیم کسی هستش که گفت من قبل از همه سفرام که میخواستم برم هر کار دیپلماسی کنم با کی اول میشسته؟ با همون سرداری که پزشکیان از مرگش توسط آمریکا گله کرده و آبی نمیتونه برای گرم کنه. درسته. خب حضور تریتا پارسی چی و دیدارش با پزشکیان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون تریتا پارسی که دیگه توی جامعه ایران که هیچی، تو جامعه آمریکا هم به عنوان لابی رژیم الان مطرح هست دیگه. ببینید این همون پیوستیه که ادامهش میرسه به تریتا پارسی. تریتا پارسی حتما همه ایرانی‌ها با این اسم آشنا هستن. دادگاه‌هایی که با اون هموطن خوبمون آقای حسن دایی داشته، افشاگری هایی که شده، یک کمی اسمشو اگر که توی دنیای مجازی بزنیم مشخص میشه که کارش، رسمش، رسومش چیه. اینا اصلا با کسای کارشون رو شروع کردن مثل بابنی که اصلا قاچاق سلاح برای رژیم میکردن که بعد همین نایاکی که درست کرده بود اون موقع با همین بودش و اینا کاری نمیتونن بکنن. به نظر من در این دوران رژیم خیلی اوضاعش از این خرابتره که بخواد تریتا پارسی که سوخته و به قول شما همه هم میشناسنش که این لابی رژیمه بیاد کاری بکنه، چون خواستگاه و اون چیزی که جهان الان از به اصطلاح این رژیم میخواد کارهای عملی هستش دیگه. بعد از 40 سال دروغ بافی و نمیدونم یه روز خاتمی بره اونجا بشینه صحبت کنه یا روحانی بره صحبت کنه، قول و قرار نمیخوان، کارهای عملی میخوان که این کارهای عملی نه از ظریف و نه از تریتا پارسی برمیاد. این نشست G7 که حتما نمیدونم در جریانش هستین، اینا قشنگ اعلام کردن این رژیم جنگ افروزی میکنه، موشک میده به اوکراین
جنگ افروزی تو منطقه داره میکنه. یعنی در برابر یه کارای افشا شده علنی که صبح تا شب تلویزیون‌های دنیا دارن میگن و رسوندن سلاح، کسایی هم که دارن میجنگن به عنوان نیروهای نیابتی این رژیم هستن. یعنی چیزی نیستش که ظریف و تیره تا پارسی بخواد به اصطلاح قایم کنه تا بتونه جهان رو دوباره به طرف مماشات و یا جلسات درونی ببره. آقای ماچو، ولی این دفعه رئیس جمهور رژیم با یک سیاست متفاوتی وارد سازمان ملل شد. معمولا رئیس جمهوراشون که سخنرانی میکنن میتوپن، یعنی واقع با دست پر و میان در به عنوان طلبکارانه میان و صحبت میکنن. ولی این پزشکیان آمد و در واقع میشه گفت به یک فریب دست زد که خودش رو و رژیمش رو یک رژیم صلح معرفی بکنه. به نظرتون چرا این کارو کرد و هدفش از این گونه برخورد و نمایش دادن چی هست؟ این نشونگر اوج ضعف رژیم رو نشون میده. ببینید رژیم یک موقع ابری بود که نباریده بود و قلدرم چلدرمش هم به قول گفتنی همین نیروهای نیابتیش بودن. شما ببینید نیروهای نیابتی رژیم که در صحنه جنگ بودن با پیچرا همشون خنثی شدن. حملاتی که داره الان میشه کمتر نقطه ای هستش که انبارهای موشک‌های که حزب الله داشته یا خود حماس داشته مورد حمله قرار نگرفته باشه. تمام سرمایه بیش از 4 دهه مردم ایران که همین فلاکت و فقر و شکست اقتصادی کل کشور هستش از همین راه به وجود اومده. این به اصطلاح رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای در نقطه‌ای به سازمان ملل اومده که اون نقطه‌ای که میخواد وجهه برای رژیم درست کنه، یعنی نقطه ضعف کامل هستش. چه در داخل ایران میبینیم که اوضاع رژیم به شدت خرابه. شما من خدمتتون عرض کردم 5 دوره انتخابات داشته که نه بزرگ رو از مردم ایران تنها نخورده، از نیروهای خودی خورده. حتی نیروهای خودی خودشون هم نیومدن تو انتخابات که 8% چیزی هستش که خودشون و یا گزارشگران سیمات تو صحنه همه رو اعلام کردن. خب دو تا عصا داشته که همیشه ما راجع به صحبت کردیم، یکی سیاست سرکوب داخلش بوده، یکی سیاست صدور تروریست بشه. اساسا ضربه اساسی خورده و شما میخواین این عصاها رو از دستش بکشی و پزشکیان بیاد اینو معرفی کنه به عنوان کسی که میخواد صلح در منطقه درست کنه، با کسی جنگ ندارن، اسلحه‌شون رو میذارن زمین. یعنی اون نقطه کاملا زبونیه. یعنی هزاران لقب به قبر خمینی زده این نفر که برمیگرده و میبینیم که چه حملاتی بیشتری رو از داخل میگیره. الان قاسمیان آخوندی که نزدیکترین کسا به قالیباف هستش، امروز من دیدم که سخنرانی کرده گفته بود که یا تو نمیفهمی خیلی ساده ای یا خیلی داری پیچیده عمل میکنی. این دوتا رو گفته بود. ولی اون چیزی که قاسمیان گفته بود اساسا کار عملی نیستش که تو رفتی اونجا گفتی. دنیا هم الان دنبال این نیستش که خانم غفاری کسی بیاد لفافی کنه، حرف بزنه. فاکت مشخص میخواد. عدم دخالتش در جنگ اوکراین میخواد. ماکرون که اولین دیدار با این داشته برگشته گفته قبل از هر چیزی که بخوایم صحبت کنیم 3 تا باید گروگان فرانسوی در داخل ایران است که اینا رو آزاد کنیم. یعنی شرط و شروطی میخواد از این مریض رو به موت که هیچ دستگاه ارگان بدنش کار نمیکنه که اکسیژنش هم برداری. متوجه میشی؟ اکسیژنش هم میخواد برداره. و این چیزی نیست که من بگم، این رئیس جمهور آمریکا گفته باید اکسیژن رژیم ایران رو قطع کنیم تا دست از کارهای تروریستیش برداره. یعنی اکسیژن از نیروهای نیابتیش رو به خصوص گفته. خب این تمام سربا بودنش بر اساس سرکوب داخل و تروریستش بوده. یعنی میخوای اکسیژنش رو برداری. این رژیم علالنهایی بدون اکسیژن باید دار فانی رو ودا بگه و مرگ این رژیم رو میخوان، حتی در سیاست‌های خارجی. دقیقاً. آقای ماچونی، سوالی که میخوام خدمتتون مطرح کنم خودش یه موضوع مستقلی هست و سرش خیلی میشه صحبت کرد. اینکه چرا پزشکیان بعد از اعزام پزشکی، چرا خامنه‌ای بعد از اعزام پزشکیان به نیویورک مخبر رو روی صندلی مشاور رهبری یا مشاور ولی فقیه نشونده و آیا اینکه این سمت توی حکومت آخوندها قبلا بوده یا چیز جدیدی هست؟ این سمت تو این سیستم ولایت فقیه به این شکل اصلا نبوده. مشاور داشته ولی دیگه به این صورت که مشاور اول و همه کاره این ولی فقیه باشه. طبق قوانینی که تو خود ولایت فقیه هستش نفر اول تعیین کننده خود خامنه ای هست. یعنی نه رئیس جمهور کاریه
نه بقیه اعضای دولت. ولی اینی که بعد از سفر آورده، من فکر میکنم که دو تا راهکار خودش رو باز گذاشته. یکی که اگر پزشکیان هر گونه قول و قراری بذاره و اگه که بخواد برگرده به ایران و به این قول و قرارها بهش قشنگ نشون داده که تو اصلا کاری نیستی، مشاور منه که باید به این طرح رو بده. یکی دیگه هم میخواد مثل که زبون داخلی ها هم ببنده، چون اینا میدونستن که پزشکیان چی میخواد اونجا بگه. چون میبینی که صحبت هایی که کرده هنوز تموم نشده، عراقچی میاد این صحبت ها رو میگه اصلا نبوده، در صورتی که خب فایل صوتیش که هست که صحبت کرده، گفته اسلحه میذاریم زمین، اسرائیل هم بذاره زمین. خب همینو نگاه بکنیم. من داشتم صفحه ها رو نگاه میکردم، تمام صحبت های این به اصطلاح پزشکیان رو یک پاسدار کله گنده رژیم به عنوان شرم یاد کرده. خب اگه شرم بوده و این بخواد روی این صحبت ها با کمک تیم عراقچی و ظریف برای بقای همین رژیم باز پیش ببره، اما باب میل داخلی ها نباشه، مخبر اونجا هستش به عنوان کسی که میتونه با کوچکترین حرکتی تمام این صحبت ها رو از بین ببره. به خاطر همین است که میبینیم که صحبت های پزشکیان جدی گرفته نمیشه، چون هنوز سفر شروع نشده. یک جانشینی هست که مقامش از بالاتر از ریاست جمهوریه، یعنی کاشتن براش که تو کاری نیستی. خامنه ای بر اساس یک شرایط اجبار تن به تو داده بعد از مرگ اون جلاد 67. ولی وقتی که برمیگرده و وقتی که در آینده میبینیم خیلی تحولاتی هستش که از پیش نمیتونیم بگیم که این چه کاربردی میتونه در کنار گذاشتن پزشکیان در موقعی که بخواد پررو رو حرفاش باشه یا تیمش. باید وایساد و دید که ادامه راه چجوری میشه. اگه بخوام خیلی ها رو پیش بینی کنیم، مطمئنا به نقطه اصل داستان نخواهیم رسید. یعنی با آوردن مخبر سمت پزشکیان که حتی در سطح تدارکچی هم نبود نزول پیدا از کرده. اینم باز کوتاه‌تر میشه، کوچیک‌تر میشه، شاید بشه در حد یه نظافتی. باز تدارکچی میتونه 4 نفر رو استخدام کنه که کارهای نظافت و رفع و رجوع رو انجام بدن. پزشکیان با این حملاتی که بهش شده که تازه رفته برای بقای این رژیم تو دنیا چهره دیگه ای نشون بده، میبینین که مخبر رو میارن در مقامی بالاتر از رئیس جمهور اونجا قرار میدن، یعنی که تو کاری نیستی. رو همین اساس بسیاری از گفتن شنودایی که این در خارجه داشته میبینیم بی اثر خواهد بود، جدی گرفته نخواهد شد. میخواستم یه سوال دیگر من خدمتتون مطرح کنم، ولی اجازه بدید چون اشاره کردید به نوار صوتی پزشکیان. خب این همونجور که شما گفتید میگه که ما سلاحامون رو زمین میذاریم به شرطی که اسرائیل هم همین کار رو انجام بده. خب میگید که بهش اعتراض شده، ولی آیا این دستور خامنه ای بوده که اینطوری بگه؟ چون اینا سرخود که حرف نمیزنن که. و آیا این به معنی عقب نشینی خامنه ای هست یا اینکه خود خامنه ای گوششو میکشه بعدا؟ ببینید گوششو که نیومده کشیدن، کسانی که باید بکشن میکشن. طرف میگه تروریسته، چه میخواد اسرائیلی باشه، چه آمریکایی باشه، چه ایرانی. همین یه خط رو بریم ببینید چقدر موضع‌گیری کردن. گفتن که اسرائیل به رسمیت شناخته نشده، قاصد جمهوری اسلامی یک دولت حاکمه. اساسا میدونی فقط تو یه جمله‌ای که هر کی کار تروریستی کنه تروریستی و اسم ایران هم برده به عنوان کشور تروریستی، که خب ما میدونیم که این که پدرخوانده تروریست جهان هست. یا مثلا گفته ما آماده ایم سلاحامون رو بذاریم زمین. اینا آمادگی اینو دارن که سلاح رو بذارن زمین، به خاطری که شما نگاه کنین محسن رضایی همین چند روز پیش در صحبت‌هاش خیلی قشنگ اشاره میکنه که بعد از غزه و الان رسیدن به لبنان، اینها میخوان بیان کجا؟ به سمت اون مرکز اصلی. تا الان موشک‌های انبار شده حزب الله رو میزنن، خب میخوان بیان اونجا که موشک رو میسازه رو بزنن. تا الان میان نمیدونم مراکز نظامی اینا رو میزنن. اینا چیزایی هستش که محسن رضایی پیش بینی کرده و ترس این رژیم رو نشون میده و موضع‌گیری های پزشکیان رو تعریف میکنه. اون ترس که در دستگاه خامنه ای هستش، چون اینا همه در یک دستگاه کار میکنن، غیر از خامنه ای هم کسی تعیین تکلیف نمیکنه. به خامنه ای به این پزشکیان بگه بمیر، میمیره، بگه اینو بگو، میگه. اصلا تیمی که فرستاده دور و برشون اونجا اینها رو هدایت میکنن. یه مصرف خارجی دارن، یه مصرف داخلی دارن، مثل یه چاقوی دو تیغه است، دو طرفش تیزه. یه طرف اون برای میخواد انجام بده. یا نکته دیگه ای که گفته بود که مثلا حتی
ما رو قبول کنن که ما آدمیم. ببینید یعنی یه رئیس جمهور یه مملکتی باید در ذلت و حقارت و شکست مطلق بعد از 4 دهه، بیش از 4 دهه و به گل نشستن کلیه استراتژی اینا که همون صدور تروریست و بلوا درست کردن، بحران سازی و حیاتش به این بحران سازیه. حالا این اومده این صحبت ها رو داره میکنه، نمیدونه که یک کدوم از این صحبت ها رو نه کسی جدی میگیره، چون خدمتتون عرض کردم باید یک کار عملی انجام بدن. باید الان از جنگ غزه و حمایت از جنگ به اصطلاح اون نیروهای نیابتی دست بردارن. آیا میتونه برداره؟ این تمام گفتم بهتون هیبتش بر این اساس هستش. شما هر جا دیدین من راجع به یک سوالی زیاد توضیح میدم میتونین که بگین که کافیه یا کافی نیست، ولی میگه به پیر و پیغمبر به پیر و پیغمبر ما هم انسانیم، جنگ طلب هم نیستیم. خب ببینید دیگه چجوری بیچاره ثابت کنه بگه که هم انسانه هم به اصطلاح جنگ طلب نیستش. 40 سال دیدن دیگه، بمبگذاریاشو دیدن، همه این چیزا رو دیدن، ولی داره قسمشو میخوره. درسته. آقای ماچان، پزشکیان خیلی علیه اسرائیل حرف گفت، همه تقصیر اسرائیل هست، تقصیر آمریکا هست، ولی توی یکی از دیداراش که با رهبران ادیان داشت چند تا اسرائیلی هم من دیدم اونجا نشسته بودن، با لباسای مخصوص خودشون نشسته بودن. فکر می‌کنید چه خبر هستن؟ چی گفتن به هم میدونید؟ ولی الان که یکیشونو در آوردن اسمشو که این بابایی که اونجا نشسته بوده، بس که اسمش خاطر نمیاد، ولی توی یکی از گزارش‌ها و عکس‌العمل‌های داخل ایران دیدم این طرف پاس اسرائیلی آمریکایی داره. ببین این رفته با یه اسرائیلی. ورزشکاراشون اجازه ندارن کشتی بگیرن، بوکس کنن، کاراته، تکواندو، اصلا نباید برن تو اون شرکت کنن، ولی رئیس جمهورش رفته توی یه جایی نشسته. بعد خیلی قیافه متفکرانه‌ای گرفته بود تو صحبتاش که من خوندم، میگفتش که ما با ادیان دیگه کاری نداریم، مثلا اصلا نمیخوام اصرار کنیم که اونا هم ادیان ما رو داشته باشن. نمیدونم هیچ به اصطلاح نقطه زوری در قبول مذاهب شیعه وجود نداره، اصلا زده بود زیرا بشه که اینا وجود نداره. خب تاریخ ایران، تاریخ این چند ساله، همین چند روز گذشته، حکمایی که برای چندین هموطن بهایی ما هستش و یا به اصطلاح کسانی که مسیحی شدن، کشیشایی که توسط این رژیم اعدام شدن، تکه تکه شدن، و یا فراتر از اون، مگه تمام این مجاهدینی که اعدام کردن بالا سر همه وصیت‌نامه هاشون ننوشته بودن که مسلمون هستن؟ مگه خیلی از وصیت‌نامه های مجاهدین انا لله و انا الیه راجعون نبوده؟ حالا این اومده میگه که ما اصلا با مذاهب دیگه کاری نداریم. میدونین یه نوع نمیدونم خیمه شب بازی، سیرک خنده‌دار، یعنی چیزیه که پوشیده نیستش، قابل لمس، قابل دیدار هستش و امتحانش رو پس داده، چه تو رابطه با مردم ایران، چه رو رابطه با مردم منطقه، چه با دگراندیشان، چه با کمونیستا تو قتل عام 67، چه با مجاهدین در قتل عام 67. یعنی برعکس این که این پزشکیان یا به قول خود نمیدونم شنیدی میگن زرشکیان، یه زرشکی برای این سیاست های خامنه ای هستش که باید آب زرشکشو بخورن، هیچ چیزی برای ارائه دادن نداره و هیچ چی رو نمیتونه واقعا تعویض کنه، نه قدرت این رو داره، نه این رژیم اصلاح پذیره. بالاخره یک شعاری هستش که امتحانش رو پس داده، امکان نداره که اینها بتونن کبوتر بزنن، اینها امکان نداره یک آدمی رو بفرستن که بخواد برای داخل ایران و مردم منطقه و جهان صلح بیارن. اگر که در داخل از سرکوب دست برداره و در خارج طبق ادعای این پزشکیان از سیاست‌های خارجش که صدور تروریسم و وحشت و بحران سازی دست برداره، خب یعنی این رژیم سرنگون شده دیگه بحثش حل هستش. دقیقاً. با مدیران رسانه‌های آمریکایی هم مثل که دیدار داشته و من نفهمیدم کدوم رسانه‌ها منظورشون بود و چی گفتن، ولی این افرادی که دور و بر پزشکیان دارن الان میچرخن، مثل هومن مشت، نمیدونم تریتا پارسی، اون نگین نگار مرتضوی
مرتضوی. بله خب اینا میتونن کارچاخ باشن برای پزشکیان در این شرایط به خصوص، یعنی مثل زمانی که روحانی اومد یا خاتمی اومد. ببینین فراموش نکنیم که بعد از قیام 96 98 و به خصوص اصل داستان قیام 401 یک رویارویی بزرگی بین مردم ایران و اونهایی که در خارج هستند و خواهان این سرنگونی رژیم هستند در افتاد. حالا اگه قرار باشه که این رژیم با بودن یک خبرنگار لو رفته، نگار مرتضوی، یا اون ابراهیم نووی که همه دوستانی که کاری در سیاست دارن عکس‌های این ابراهیم نووی رو در دهه 60 در حیات زندان اوین در کنار لاجوردی میشناسن، یعنی نمیدونم یه هومن مجدی باشه که یه خبرنگاریه، یا الباقی همین ها که یکیشون هم محسن میلانیه، یکیشون همین تیرتا پارسیه. اینها چرا برای ورود طبق خبری که من داشتم از یکی از خبرنگاران میخوندم مال داخلم، چرا موقع ورود صورتاشون رو با ماسک کرونا و یا دستشون پوشونده بودن؟ مگه نمیخوای بری به کمک این؟ از چی میترسین؟ چرا نمیخواین شناخته بشین؟ میدونی که بالاخره لو میرین. اگه این رژیم با اون تضاد داخلی که باهاش هست و مشکلات اقتصادی و جنگ 100 برابری که نیروهای مقاومت در داخل ایران دارن، که ترس و وحشتی که از کانونهای شورشی دارن، اون نازشستی که از قیام آفرینان 401 گرفتن، اگه با این 5-6 تا میتونستن به اصطلاح که در خارج بخوام برای اینا کاری بکنن، خب حرفی نیست بکنن. اگه میتونن این رژیم رو نگه دارن، اگه میتونن خامنه ای رو از سرنگونی در ببرن، این 5-6 نفر که سالهای ساله که دارن به این رژیم خدمت میکنن، کجا تونستن از قیامهای داخل جلوگیری کنن؟ کجا تونستن از افشاگری هایی که مجاهدین در خارج کشور میکنن جلوگیری کنن؟ بالاخره وقتی ما راجع به رژیم، سفر رئیس جمهورش و یا هرچی به اصطلاح صحبت میکنیم، طرف دیگه هم وجود داره که یک مقاومتی هستش که جانانه بعد از 4 دهه، بیش از 4 دهه از روزی که این رژیم اومده، چه به لحاظ سیاسی اول جلودار مقابلش بود باش و چه بعدش که در فازهای بعدی بود تو این 40 سال. واقعیت امرش اینه که فقط خامنه ای به نظر من آب در هاونگ میکوبه و همه این دم و دستگاهی هم که شما میبینین به خط شدن، نیروهای ناشناختهش که حالا شناخته شدن یا نیروهایی که سالهای سال هستش، باید به این فکر کنن که خامنه ای تو لبه پرتگاست، یعنی آینده ای در این رژیم وجود نداره. خودی هاشون هم دیگه همراهشون نیستن، جدا شده هاشون مشخص میکنن و دست و پا زدنی که این رژیم داره انجام میده به نظر من نمیتونه کمکگرش یه 5-6 تا انسانی که انسان که نمیتونم بهشون میگم، 5-6 تا مزدور خارج کشوری که مزدورن، اینا برای گرفتن پول و امکانات تو خارج کشور برای بقای این رژیم کمک میکنن. نیروهای نیابتیش تو منطقه نتونستن رژیم رو یاری بدن، نیروهای نیابتیش دارن از بین میرن. حالا این نیروهای نیابتی رژیم در عرصه بین المللی هستن که مسلما کسی نفر جدیدی توشون ما ندیدیم. خانم به اصطلاح غفاری همشون طی این سالیان افشا شدن. شما گزارش FBI رو میتونین ملاحظه کنین، من همراهم دارم، در رابطه با تیریتا پارسی یه گزارشی FBI داده سال 2002 که این بابا چیکار است، لایه سوم لابی های رژیم هستش، کارش اینه که علیه مجاهدین کار انجام بده، تلاشش اینه که مجاهدین رو از لیست تروریستی آمریکا در نیارن. تونستش؟ نتونست که. پس این رژیم رو هم این مزدوران فقط در آینده که فکر نمی کنم زیاد دور باشه مهر داغی بر پیشونی تک تکشون خورده که در سیاه‌ترین دوران تاریخ حیات مردم ایران، در دورانی که کارگران ما بیش از 50 تاشون هفته گذشته توی معدن طبس به خاطر نبودن کمترین امکانات کشته شدن، که با دستگاه هایی که من دیدم $55 میشد جون اینا رو نجات داد، اینها خودنویسای 180-90 دلاری گرفتن کادو و اون خودنویسا احتمالاً روزی خواهد رسید که باید باهاش توی محاکمی که برای این نوع مزدورا میذارن توبه‌نامه هاشون رو بنویسن، گزارش هاشون رو بنویسن و چه بسا اونهایی که در جنایت دست داشتن مثل ابراهیم نووی وصیت‌نامه‌اش رو بنویسن.
خب یه سری صحبتایی که پزشکیان میکرد بیشتر سر توافق اتمی هم بود که میگفت ما آماده تعامل با جهان هستیم و نمیدونم گویا میخواد یا قصد داره که برگردن بر سر میز برجام. سوال این است که آقای ماوچیان کشورهای غربی هم حاضر هستن به تعامل با رژیم و بازگشت بر سر میز برجام یا نه؟ شرایط چگونه است؟ قبل از که من بخوام جواب خودم رو یا برداشت خودم رو بگم، ببینیم جو بایدن چی گفته. رژیم ایران هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 3 مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه گفت با هم باید جلوی رسیدن اکسیژن به نیروهای نیابتی تروریست را بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که رژیم ایران هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. بایدن در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه ما ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش می‌کنیم گفت پیشرفت به سوی صلح در خاورمیانه جهان را در موقعیت قوی‌تر برای مقابله با تداوم تهدید مداوم ایران قرار میدهد. ببین حالا بقیه‌اش دیگه نمیخوام بگم. اینم نشست وزرای امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان هستش که اونام روز سه‌شنبه اتفاقا 3 مهر نشست داشتن در حاشیه همین اجلاس سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام آمادگی برای اتخاذ تحریم‌های بیشتر در پاسخ به اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی از رژیم ایران خواستند تا اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه را متوقف کند. حالا اینم باز گزارش صحبتاشون رو همین اساسه. این صحبت‌های جامعه بین‌المللی 7 کشور صنعتی جهان و رئیس جمهور آمریکا. صحبت اینه که آیا رژیم حاضر این کارا رو بکنه؟ آیا حاضر همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم حزب الله لبنان که به طرف شمال داره میاد وارد خونه‌های مسیحی‌ها داره میشه؟ اساساً اینا رو جدا از هم ندونین. همین نفری که با رهبران ادیان اینا نیروهای نیابتیشن، مال اون دستگاه سیستم منتخب خامنه‌ای نیروهای نیابتیش. و به مسیحی‌ها گفتن اگر در حمله اسرائیل به ما همکاری نکنین تمامتون و خونه هاتون ازتون میگیریم. همین نیروهای نیابتی با دیگر اندیشان، با ادیان دیگه، با مسیحی‌های لبنانی موشکاشون رو آوردن بغل خونه های اینا میذارن که اگه اسرائیل میخواد بزنه مراکز به سلاح اینا رو اینطور انجام. پس این رژیم اصلاح شدنی نیست، افعی کبوتر نمیذاره و تمام این دغل‌بازی ها رو شاید الان که ما داریم صحبت میکنیم خب خیلی مدت کوتاهیه که از این اجلاس و سخنرانی رئیس جمهور هستش، ولی آینده نچندان دور رو میشه دید که این رژیم به خاطر اینکه رژیمی هستش که بر اساس بحران زنده است، بدون بحران بدون جنگ طلبی باید چیکار میکردش؟ باید میرفت ایران رو میساخت. این رژیم که این کاره نبودش، که این جنگ که در منطقه هستش ساختش دست رژیم ایران بوده، به خاطر اینکه خودش بارها و بارها گفته، خود سران این رژیم گفتن، خود خامنه‌ای گفته که اگه نخواد خارج از مرزهای ایران بجنگه باید کجا بیاد بجنگه؟ در تهران، همدان، مشهد، چیزی که خودشون گفتن. و حالا باید ببینیم که اینها واقعا میخوان از این دو عصایی که خدمتتون عرض کردم، صدور تروریسم و سرکوب، دست بکشن و جامعه جهانی آیا میخواد با اینا بیاد دوباره وقت تلف کنه؟ فکر میکنم جامعه جهانی تمام راهها رو به اندازه بیشتر از حق این رژیم باهاش رفته. اگه بخواد دوباره هم امتحان بکنه به جایی نخواهد رسید، به خاطری که گزارشی که انرژی اتمی داده حتما خوندین در هفته‌های گذشته، در همین موقع که داره با اینا مذاکره میکنه، در همین موقع که داره ادعا میکنه که هسته‌ای نیست، بیشترین به اصطلاح کارکردها رو در نقطه هسته‌ای و بمب هسته‌ای و نزدیک شدنش و ساختارهایی که داره انجام میده. حالا باید دید که انتخاب رژیم در کدوم نقطه است و انتخاب جامعه بین‌المللی هم فکر میکنم در انتخاب رژیمه که به کدوم سمت میخواد بره. تمام پرچم‌های جنگ افروزیشو پایین بیاره. اما اون چیزی که من میبینم خامنه‌ای، پزشکیان و کل رژیم شاهد به غرق شدن کشتی بحران‌هاشون هستن
شاهد این هستن که تمام جنگ طلبیاشون اگر به مثال یک کشتی باشه داره در منجلاب فرو میره و چیزی جز سقوط نمیبینه، به خاطر اینکه غیر از جامعه بین المللی، غیر از این مسخره بازی هایی که پزشکیان و کل سیستم میخواد انجام بده، یک نیروی هست مقاومت در برابر این. یعنی کسانی هستن که خدمتتون الان عرض کردم، یک نیروی منسجم و تشکیلات محکم، هزاران هزار نفر از همه چیزشون گذشتن. واقعیتی که داریم میبینیم به صورت شبانه روزی، به صورت تمام و در تمام عرصه ها به اصطلاح با رژیم سرشاخ هستن و مهمتر از همه جامعه ایران که مثال یک بمبیه که هر لحظه میخواد منفجر بشه و نیروهای پیشتاز که بتونن راه رو باز کنن تا مردم بتونن وارد خیابونا بشن و تجربه 401 که رژیم تا چند قدمی سرنگونی رفت. حالا اونجا باز با این نفراتی که در خارج بودن و به دادش رسیدن 100% این مقاومت الان با تجربیات بیشتری میاد جلو و امیدوارم که آزادی ایران میسر بشه. حتما همینطور خواهد شد. اشاره کردید به هواداران مقاومت. خب یک سوی دیگر سفر پزشکیان به نیویورک حضور هزاران نفر از ایرانیانی بود که هوادار مجاهدین و هوادار شورای ملی مقاومت هستند. جلوی سازمان ملل تظاهرات داشتن، جلوی هتل پزشکیان اعتراض داشتن و تظاهرات کردن و این تظاهرات انعکاس زیادی توی رسانه‌های آمریکایی و حتی بین‌المللی گرفته. می‌خواستم اگه بتونین چند تا از این انعکاسات رو بر ما بخونید و بهمون بگین که چی گفتن در واقع. بله، مهمتریناشون فکر کنم خبرگزاری فرانسه بود که گزارش تصویری داشتش از این تظاهرات. رویترز بودش که به قول معروف گزارش خیلی مبسوطی داد، هموطنان حتما دیدن. فاکس نیوز بودش که بسیار گزارشی دادش که خیلی جانانه بودش، حضور خود خبرنگار اصلیشون بود. نیویورک تایمز بود. گزارش تصویری آژانس عکس گتی ایمیج بودش و بسیاری گزارش‌های مبسوط. جا داره که یک درودی هم بفرستیم به هموطنانمون. اون چیزی که من دیدم توی این گزارش‌ها و فیلم‌ها نشون میداد که بسا از اون چیزی که تا به حال در مقابل سازمان ملل بود، سازماندهی خیلی عالی بود، حضور بسیار زیادتری از هموطنانمون بود و همه مشاهده کردیم طبق گزارش‌هایی که حتی تلویزیون‌های سانسورچی دادن و مصاحبه بسیار خیلی خوبی که وایس آمریکا فکر می‌کنم داشت با خانم فکر کنم خانم سپهر رامش، خیلی مصاحبه خوبی کرد و چقدر ایشون لب کلام و خواسته های مردم ایران رو بیان کردن و میخوام بهتون بگم که این حضور خودش یکی از همون به اصطلاح پایه‌هایی هستش که اجازه نمیده که دولت‌های مماشاتگر بخوان رو به مماشات بیارن یا بخوان با همون سیستمی که شما گفتی آیا دوباره میخوان با اینا بشینن و روده درازی کنن و چانه زنی کنن. فکر نمی کنم جایی گذاشته باشه، چون جهان دید و میبینه که یک آلترناتیو قوی، سرزنده و شاداب با حمایت مردمی حضور داره. خب آقای ماجان، آیا سفر پزشکیان دستاوردی برای خامنه‌ای داشت؟ چه چیز مثبتی توی این سفر بود؟ خیلی سوال خوبیه. اتفاقا در صحبت‌هایی که داشتم می‌کردم دستاورداشو با موضع‌گیری‌های جو بایدن و این 7 کشور صنعتی دیدیم. بعد نیستش که ببینیم چهارشنبه 4 مهر وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 12 شرکت و کشتی را به دلیل دست داشتن در ارسال نفت خام و گاز مایع رژیم ایران به سوریه و شرق آسیا به نمایندگی از سپاه تحریم کردش. یعنی این اولین روزنه و چشمگیر که وزارت خزانه‌داری گفته برادران ملاح به استفاده از ناوگان کشتیرانی خود برای حمایت از فعالیت‌های بدخیم رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آنها ادامه می‌دهند. و معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته تو بیانیه‌ای که رژیم ایران به شدت به فروش غیرقانونی نفت و گاز نفتی مایع توسط سپاه پاسداران و حزب الله لبنان برای تامین بودجه به نیابتی‌های تروریستی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ادامه میده. این فعلا نتایج روز اولشه، یعنی هنوز داستان ختم جلسه نداره، اما
همونطور که گفتم این رژیم جدی گرفته نمیشه، چون موقعی جدی گرفته میشه که یه کار عملی کنه. تونه سالها الکی با قول قرار بزک کردن خاتمی، روحانی، گفتگوی تمدن‌ها، نمیدونم از این جور صحبت‌ها. الان که یه پزشکیانی آورده که گفتم خدمتون که خودشون میگن لعب و لعب، یعنی زبانش زودتر از مغزش کار میکنه. حالا شما فکر کنید که خامنه‌ای که توی لبه پرتگاست، تقریبا داریم میریم نزدیک میشیم به 1 سال جنگ غزه، با صدور بحران نتونست کاری رو از پیش ببره، چون درد اصلی و به قول معروف همه غم اصلی رژیم و اون چیزی که مرگباره براش توده های مردم هستن که نان شب ندارن. چطور بعد از پزشکیان در داخل ایران گرانی نان رو دیدیم، مسکن رو دیدیم، به احتمال زیاد تا برگرده بنزین دیگه تصویب میشه، گرون میشه. چطور دیدیم که به عنوان یک آدمی که واقعا رئیس جمهور شد با اون قول و قرارا میگه که چجور باید قبول کرد که بنزین رو این قیمت بخریم بعد بیاریم بدیم به مردم اینجوری. یعنی میخوام بهتون میگم درک واقعا در سطح خیلی پایینی هستش. یعنی این اون چیزیه که در مجلس توسط قالیباف میبینیم، در این قوه مجریه توسط این میبینیم، یک سری چماقدار، یک سری شکنجهگر، یک سری کسانی که در جنایت بر علیه مردم ایران شرکت داشتن، همون جنایتی که الان توسط آقای جاوید رحمان به ثبت رسیده در سازمان ملل. این تمام این تلاشاشون اینه که در برابر اون خشم و غضب مردم ایران که مقاومت ایران داره اون رو هدایت میکنه و رسوندن تک به تک اینا به میز محاکمه به خاطر جنبش دادخواهی، یک سری کارهای تبلیغاتی و حرفی میکنن. مطمئن باشین پیش سفر این هیچ سفر موفقی نبوده، چون خودیاش گفتن که این هیئت ضعیف عمل کرد. اول صحبت ها اگه خاطرتون باشه گزارشی بودش که خوندم که این در این سفر بسیار ضعیف عمل کرد و صحبتاش هم که خودتون گفتین کوتاه‌ترین صحبت‌ها بود، حرفی ندارم برای گفتن. چی بگم؟ آخه شما نگاه کنید تصاویر، دنیای مجازی، قرن 21، قیام 401 که همه اینجا نشون داده شد، نشون داد که اینها حرفی برای این دوران ندارن، تعلقی به این دوران ندارن. اینها از یک دولتی دارین ما صحبت میکنیم، ولایت فقیه، که هیچ ارتباطی با جهان معاصر نداره و نمیتونه جوابگوی خواسته های مردم در قرن 21 باشه. درسته. آقای مابچل، همونجور که ما قول داده بودیم 15 دقیقه آخری اختصاص داره به سوالات هموطنانمون در این اتاق. آقای عابدین اگه لطف کنید شما سوالات رو مطرح بکنید ممنون میشم، چون من همه سوالات رو نمیبینم. چشم حتما. من اصلا یه سوالم نمیبینم. دوستی آقای امیر شریفی سوالی را گفتن، سوال از مهمان با علم به این که همه چیز در دست ولایت فقیه و اون تعیین میکنه سیاست خارجی را، پس گفته میشه صحبت‌های پزشکیان باز یک شارلاتان بازی و شعله بازی که رژیم انجام میده. آیا شما هم موافق هستید با این مسئله؟ 100% موافقیم. درود به این دوست خوبمون که کار ما رو ساده کرد، فقط گفت موافقی. یادم من موافقم. بله، شارلاتان بازی هستش که در خود انتخاب این نفر به توسط خامنه ای انجام شده. اصلا کار این رژیم شارلاتان بازی بوده، هست و تا روز سرنگونی هم خواهد بود. سوال دیگه ای که مطرح کردن، آیا رژیم دنبال مذاکرات پنهانه با آمریکا که مستقیم برای خامنه‌ای هم بسیار خطرناکه و آیا جلو انداختن پزشکیان، قربانی کردن ایشون، بقیهش مثل که نمیشه خوند اینا، قربانی کردن ایشون نیست؟ اوجب واجبات چی میگفتن؟ حفظ نظامه. حالا قربانی کردن گوسفند باشه، پزشکیان باشه، فرقی نمیکنه. اینا دنبال مذاکره، میگن آقا به ما به قول معروف یک سندی، یک اعتباری، چی میگن لغتشو درست نمیدونم، یه تضمینی بدی که ما رو حکومت بمونی، یه تضمینی بدین که طی سالا گفتن مقاومت برحق رو ببرین تو لیست تروریستی. اما یک نقطه ای الان هستش که نه رژیم در این به اصطلاح جایگاه چند دهه پیشه، نه مقاومت ایران. رژیم در نقطه ای نیستش که دیگه خدمتتون عرض کردم نقطه قدرت باشه.
رژیم الان در نقطه ضعف اومده. وقتی در نقطه ضعف بیاد ممکنه بره مذاکره هم بکنه، ممکنه بره پشت صحنه هم باشه، اما خواسته جامعه بین‌المللی چیه؟ خواسته جامعه بین‌المللی اتفاقا بخشی از همون صحبت‌هایی هستش که پزشکیان با همه خنگودنش فهمید. خودشو باید صلح طلب نشون بده، خودشو باید نشون بده که سلاح رو میخواد بذاره زمین، خودشو باید نشون بده که جنگ افروزی تمومه، خودشو باید نشون بده که اون نگاه شرقی که خامنه‌ای از این دولت خواست مگه نگاه شرق نبود؟ نگاه شرق چی بود؟ همین چین و روسیه بود. یعنی باید براش پهپاد ببره، حتی نیرو بخواد ببره اونجا کارخونه ساخت پهپاد بزنه. خب بعد تکلیف چی میشه وقتی که میاد توی رأی گیری سازمان ملل؟ همین روسیه و چینن که نمیذارن این درست بره توی اون بند 2231 که ماشه شلیک بشه. بالاخره میخواد چیکار کنه؟ به خاطر همینه که دورانی که رژیم درش وارد شده یک دوران بسیار ناشناخته است، شاید برای ما هنوز نمیتونیم خوب لمسش کنیم، اما دوران ذلت. تمام راهکاراش به بنبست خورده، در دستگاه سیستم سرکوبش به واقع امر هیچ چیزی نمیتونه پیدا بکنه. حتی میبینی که این تو راه سفر سازمان ملل 2 از هموطنان ما رو اعدام کردش رژیم. یعنی نمیتونه این رژیم حیات و مماتش به اعدام، شکنجه، زندان و همه ایناست و تمام این جنایت های این 4 دهه به شکرانه بودن مقاومت و تلاش ایرانیان آزاده‌ای که همیشه همراه مقاومت بودن، جنایتش به ثبت رسیده. همون جنایت هایی که رژیم اصلا میگم من نکردم. یادتونه 67 که به گردن نمیگرفت، الان به ثبت رسیده. جنایت سبانه، هر روز دارن جلسات میذارن. دیروز دوباره در آلمان جلسه بزرگی بود، حضور بسیاری از افراد مطرح اروپا، یعنی بیشتر خود آلمان بودن که اینا میگن باید اینو پیگیری کرد. این چیزی که آقا جاوید رحمان گفته رو باید به ثبت رسون، باید رفت دنبالش، مسئولیت رو باید برداشت. خب رژیم تو این دورانه، به خاطر همین ممکنه هر جلسه خصوصی بذاره، ممکنه بیشتر مملکت ما رو به حراج بده، اما چیزی بهش اضافه نمیشه، بلکه از اون دستگاهی که چیده بود کم میشه و ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. آقای عابدینی اگه سوالی نیست من یه سوال دیگه هم دارم از آقای ماوچیان تا داریمشون. چند تا سوالی بود که توی صحبت‌های آقای ماوچیان پاسخ داده شده. من خودم یه سوالی داشتم. بفرمایید. چون توی صحبتشون شما اشاره کردید که در آلمان یک کنفرانسی بوده. آیا در این زمینه شما مطلبی دارید که به ما ارائه بدید؟ والا فکر میکنم در توییت هواداران سازمان مجاهدین یه گزارش کوتاهی رو دادن. فکر میکنم که بذاریم که اول سیمای آزادی گزارششو بده، ما خلف وعده نکنیم که بخوایم جلوتر از اونا باشیم، چون ما کاری نیستیم. ما هم یه هوادار این مقاومت هستیم. فقط میتونم بگم که اخبارش میاد، گزارشاش میادش و جلسه بسیار مثبتی بود. به خصوص نشون میده که پایه‌های رژیم در آلمان که طرف اصلی مماشات و طرف اصلی معامله با این رژیم است، بعد از بستن اون مسجد و مراکز بیش از 50-60 مرکزشو بسته، جهان به سمت دیگه ای داره پیش میره. جهان خسته شده از این ولایت فقیه، همونطور که مردم ایران خسته شدن. جهان نمیتونه اینو بپذیره. ننگیست برای حتی همون مماشاتگرا که در کنار این رژیم وایسن و فکر میکنم تا 1-2 روز آینده شاید اخبار امشب سیما گفته و هموطنان میتونن برن نگاه کنن. اگر چیز بود ما هم تو توییت و دنیای مجازی میندازیم. سپاس از شما. مرسی. مرسی آقای عابدینی. آقای ماوچیان، خب یک نمیدونم جاشون خالی بود یا نبود، در حال بقیه گروه ها از جمله هواداران سلطنت توی تظاهراتی نگذاشته بودن علیه پزشکیان. دلیلش رو من دقیقا نمیدونم، خواستم از شما بپرسم که آیا اونا اعتراضی ندارن؟ خدمت شما عرض کنم که سلطنت طلبها اگر که به معنای اینکه طرفدار رضا پهلوی حتما منظورشه دیگه. بله. اون که شیوه مبارزه با این رژیم رو قبلا اعلام کرده. البته باید این سوال خودشون جواب بدن که مشکلی دارن یا ندارن، ولی من به عنوان یک ایرانی میخواستم بگم که اون طرف دستگاه خودشون بسته برای همکاری با سپاه پاسداران. با سپاه پاسداران
میخواد این رژیم رو سرنگون کنه و امنیت رو به اصطلاح داخل ایران ببره. خب این تئوریشه و حتما هم پشت صحنه همین اعمالو کرده. سابقه هم که تو این دم و دستگاه با اون پاسدار چی بود، مدحی بود چی بود، دارن زیاد مدحی یه گزارش هم داره مثل که سقط هم شده، نمیدونم درست خبرش یا نه. خب این الان دورانی نیستش که اینا بیان حضور پیدا کنن، چون دوستان سپاه در حال سقط شدن هستن. نیومدن اینا همون همکاری هستش که خود اینا اعلام کردن. آخه مگه میشه رئیس جمهور این رژیم بیادش تو نتونی یک تظاهرات درست حسابی بذاری و مخالفت کنی؟ و فراموش نکنین که بخشی از اون تظاهرات ها که سوء استفاده کردن از هموطنان خوب ما، اون قشر خاکستری، اساس داستانش و تمام برگزار کننده هاشو میشه الان با قدرت کامل گفت که اون تظاهرات هایی هم که اون موقع برگزار میشد فقط برای کمرنگ کردن نیروهای اصلی بودش. فکر نکنین اومده بودن که به رژیم ضربه بزنن. یه بوی کبابی شنیده بودن اومده بودن که ببینن چی بهشون میرسه، نگو گوشت خر بار میزدن، نمیدونم میسوزوندن. اینه و اینی که اینا شرکت نکردن خودش دوباره نشون میده که همراه و همدست این رژیم هستن. شما برین تو دنیای مجازیشون ببینید چقدر به رژیم فحش میدن، چقدر به نیروهای مقاومت فحش میدن، چه توهینایی به مردم ضد این رژیم میکنن و چقدر به خود رژیم میکنن. خب نشون میده که اون دستگاهی که شما در دنیای مجازی میبینید 90% شاید هم بیشترش سایبریان که نمیتونستن بیان تو آمریکا تظاهرات شرکت کنن بر علیه رژیم. این عکسای چاپ شده تو توییت که میبینی همه پروفایلاشو خورده رضا شاه، محمد رضا، اینا همه سایبری ان. و اینا چجوری میومدن تو تظاهرات شرکت میکردن؟ اینا که اینقدر میگن جمعیت دارن تو آمریکا هم این همه ایرانی هستش. خب اینا هم جاش بود که میومدن تظاهرات بر علیه رژیم، بر علیه رئیس جمهور منتخب خامنه ای میکردن. این که منتخب مردم ایران نبود، نماینده مردم ایران نبود که این باز اومده عمر رژیم رو چیز کنه. و من برای اون افرادی که گول اینا رو میخورن فقط میگم که چشمشون رو باز کنن، مقدار بیشتر تعقل تفکر کنن و در جفهایی که در آینده نزدیک دوباره قیام خواهد شد گول اینا رو نخورن. اینا نیروهایی هستن که به اصطلاح اون خرج رسونشون ارتجاع و استعماره که میخواد فقط برای بقای همین رژیم تلاش کنه. دستگاه اطلاعاتی رژیمه. شما الان نگاه کنید مورو ملخایی که اسم بردیم یه دفعه دوباره سر در آوردن تو قیاما، اینا هم مطرح بودن دیگه. اینا هم همینا نگار مرتضوی و اون هومن مجد و همه اینا بودن. طرف کی بودن؟ طرف همین رضا پهلوی بودن. همین ابراهیم نووی مگه اون تئوری فراموش کنید رو نگفت تو تلویزیون با وقاحت کامل؟ 30,000 تا آدم کشته شده، 120,000 آدم کشته شده، میگه فراموش کنین دیگه، یه چیزی بوده 30 سال دیگه 30 سال پیش بوده. خب چرا؟ خدمتتون عرض کردم عکسش در حیات اوین در کنار لاجوردی هست. اینا همه شریک جرما هستن. اینا که میخوان بقای این رژیم رو ادامه بدن منافع اقتصادی مالی دارن، مزدورن و یا شریک رژیم بودن در جنایت، وگرنه غیر از این ایرانی نباید است بودن این رژیم حمایت کنه. و افسوس که هموطنان ما کمتر اومدن، در گروه های دیگه هم اونجا بودن، چه بسا که بودن. شما وقتی خواهان سرنگونی رژیم هستی، هر کسی که خواهان جمهوری هستش میتونه در تظاهرات ها بیشتر پررنگتر شرکت کنه و عمر این رژیم رو کوتاه‌تر کنه، افشا کنه. نباید استقبال نکرد، فقط همون خط مرز سرخ نشاق، یعنی نه به دیکتاتوری، الباقیش که دیگه مشکلی نیست. بله آقای ماچان، یک سوال دیگه اومده، وقت خیلی کم هست، اگه لطف کنید. یکی از امام جمعه های خامنه ای و همچنین حسن خمینی گفته به حسن نصرالله میخواهیم ما بیاییم کمک، این به چه معنی است؟ حزب الله داره اونجا میسوزه، حزب الله داره درب و داغون میشه. اینا سوال میکنن میخوای بیایم کمک؟ مثل که شما آتش نشانی و روبرو خونه‌تونه دور از جون، معذرت میخوام یه مثال، یه کسی آتش نشانی درست روبرو خونه‌شه، این خونه آتش گرفته، آیا آتش نشانی میاد آتیشو خاموش میکنه یا میگه میخوای بیایم کمک؟ کدوم کمک؟ از اینا اهل این حرفا نیستن که بیان کمک. حزب الله داره قربانی سیاست‌های رژیم میشه، چون قدیمی ترین نیروشه. بقیه نیروی نیابتی تولیدات حزب الله هستن. اینا میرفتن برای آموزش با سپاه قدس و اینا. نمیتونه بره کمک. چه کمکی میتونه بکنه؟
اگه وارد کمک کردن بشه راه رو باز کرده برای ضربه خوردن به خودش. و ترسش چیه؟ ترسش اینه که اگه ضربه از خارج بهش وارد بشه، از داخل قلیان جمعیت مردم ایران و سرنگونی رو خواهیم دید. و خوبه که نوه خمینی حالا میخواد بره کمک. فکر میکنم دیگه سوال کردن نداره، اونا کمک میخوام، بریم برسیم به دادشون. سلاح کافی نیست، سلاح کافی نیست. برین اونجا، همونجور که اون تونلا رو براشون درست میکردین، همه خود همین رژیم گفتن، همونجور که فرمانده های سپاه میگفتن سلاح از ماست، ایدئولوژی از ماست، نمیدونم پول از توی میدان، تا ببینین که چه بر سرتان خواهد اومد. درسته. ما در آقای خدمت شما ماچی هستیم. خیلی ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار تورنج لایو گذاشتید امشب و اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتید. براتون روزها و شبهای خوبی آرزو داریم. بسیار سپاسگزارم از شما و دستاندرکاران این صفحه خوب تورنج. ممنونم از آقای دکتر ایرج که ما رو همراهی کرد و زحمات اصلی کردن ایشون بود. از شما ممنونم خانم غفاری و تشکر از این دعوتی که کردید. درود میفرستم به تک تک هموطنانم که ما رو همراهی کردن. تا روزی دیگر و صحبتی دیگر. خدا حافظتون. خدا نگهدار. منم از شما سپاسگزاری میکنم و از اینکه این فرصت رو به ما دادید. امید که در برنامه‌های آینده هم بتونیم شما رو داشته باشیم در کنار خودمون و بیشتر بتونیم برنامه‌های ارائه بدیم. همونطور که دوستان هم نوشتند که برنامه‌های آموزشی خیلی خوبی هستش و مطالبی که ارائه داده میشه در واقع مورد مقبولیت قرار میگیره. دوستی سوال کرده در رابطه با مسئله حسن نصرالله. آره، حسن نصرالله مثل که زخمی شده ولی خبر صحیح نیستش که کشته شده باشه یا نشده. این مطلبیه که الان خبری که آخری بدم برای بعدش خداحافظی، نیروهای حزب الله به عراق فرار کردن. هواپیماهایی که نشون میده بسیاری از فرماندهان و نیروهای اصلی حزب الله هواپیماهاشون تو بغداد نشسته و دارن به عراق فرار میکنن. اینو من میدونم ولی دیگه بیشتر از این نمیدونم. روز و شبتون بخیر باشه. ممنون که این موقعیت رو به من دادین که در خدمت شما باشم. سپاس از شما. قربانت. تشکر میکنیم از بینندگان گرامی که ساعتی رو با تورنج لایو همراه شدید. لطفا این برنامه ها رو در شبکه‌های اجتماعی عضو بشید، لایک کنید و شیر کنید. از تمامی دستاندرکاران تورنج لایو که یا مدیریت برنامه رو به خوبی در پشت صحنه به عهده داشتن، آقای عابدینی، و یا مسئولیت گوشه‌های دیگری از تولیدات تورنج رو به عهده دارند، صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته آینده شب و روزتون به خیر و خوشی.